سلام بچه‌ها، خوش اومدین به این ویدیو. امروز اومدم برای شما آموزش نصب گرنی چند نفره رو بذارم. اولین نکته، وارد فروشگاه پلی میشیم و قسمت جستجو میزنیم. و یه نکته بچه‌ها، از داخل مارکت و بازار دانلود نکنید، چون وقتی دانلود کردید نمیری توش. حتما از داخل فروشگاه پلی دانلود کنید. میذاریم رو حروف انگلیسی و حروف بزرگ می‌نویسیم GM. وقتی اینو سرچ کردید این بازی اولیه، واسه نشونتون بدم. این بازی رو میزنید روش. حالا من نصب می‌کنم، شما وای میسید تا نصب شه. و یه نکته خیلی مهم، با حتما فیلتر شکنتون روشن شه و من این فیلتر شکن رو به شما توصیه میکنم که واقعا خوب و یه کوچولو دیر وصل میشه، ولی با کیفیت و مثل فیلتر شکن‌های دیگه سریع قطع نمیشه. واردش میشیم، اتصال رو میذاریم تا موقعی که وصل میشه. این نکته خیلی مهم رو بهتون بگم، وقتی میخواید با اون دوست دیگه تون که با گرنی 2 نفره بازی کنید، نباید به اون یا اون به شما وصل شه، چون نمیاره بازی براتون و لگدار میشه. خب بعد حتما این صفحه براتون بیاد. وقتی اومد وارد بازی میشیم. نمک بازی سعی میکنیم تا بیاره. خب اینو میزنیم. خب روی گزینه پلی میزنیم. حالا وای میستیم تا بره. وقتی رفت روی این گزینه کلیک میکنیم. حالا وای میستیم تا گرنی برامون بیاره. حالا اینجا حالا اینجا قسمت بعد ایمیل و شماره تلفن و اینجور چیزا بیارید که نمیخواد. شما همین گزینه رو بزنید کافیه. وقتی این گزینه رو زدین حتما این گزینه رو بزنید، چون به عنوان مهمان وارد میشه و دیگه نمیخواد اونو کارهای دیگه‌اش انجام بدید. حالا اینجا بعد نام کاربری بزنید. مثلا من میزنم سامان ادساین ببخشید شما گفتم 1392. خب این نام کاربری منه. اینجا هم زده نام کاربری منه. خب حالا رو قسمت پلی کلیک میکنیم. حالا اینجاش مهمه، حتما خوب گوش کنید. کسی که میخواد زمین رو بسازه حتما باید روی این گزینه کلیک کنه. وقتی که اینجا یه پسورد میخواد براتون، مثلا من میزنم 1 2 3 4. بعضی موقع که مثلا این رمزو میزنه میگه نمیاره. و یه چیز خیلی مهم، حتما باید 4 به بالا باشه. اگه 4 به پایین باشه براتون نمیاره. مثلا 1392. ما سعی میکنیم تا بیاره. حالا ما زمین رو ساختیم. حالا اون دوستی که میخواد وارد زمین شما بشه، وارد زمین شما میشه، با این گزینه رو بزنه. این گزینه. وقتی که این گزینه، حالا اون پسوردی که شما زدین اون باید بزنه. 1 2 3 4. وقتی که اینو زد، حالا من کسی نیست که باش وصل شم، اینو نمیاره برای شما. وارد اون زمین میشین کنار همدیگه و استارتو میزنید و وارد بازی میشید. خب بچه ها به پایان ویدیو میرسیم. دمتون گرم که تا آخر ویدیو نگاه کردیم. ممنون میشم که با لایک و کامنت منو دنبال کنید. خیلی ممنون. دست در نکنه. خدا نگهدار.